عزیز، علیجان علیوف آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی تیم کالج میباشم. اینک درس امروزه خود را ما شروع کردیم. در این درس ما با شما فعل have has را می‌آموزیم. فعل have has در زبان تاجیکی داشتن میباشد. یعنی من برادر دارم، من خانه کلان دارم، من باغ زیبا دارم، من دو تا دادر خرد دارم، من دوستان زیاد دارم، ما شهر زیبا داریم، شما ماشین زیبا دارید، آنها فرزندان خرد دارند. یعنی من دارم، تو داری، وی دارد، ما داریم، شما دارید، آنها دارند. آخری فعل پیونده که آخری فعل عوض می شود. در زبان انگلیسی تنها به دو شاخه تقسیم می شود. have has برای در زبان انگلیسی تنها به دو شاخه تقسیم می شود. have has برای پنج جانشین، برای من، تو، ما، شما، آنها. have برای وی، او، این. has یعنی چگونه میبینیم جمله های پوزیتیو، جمله های خبری. I have من دارم، you have تو داری، we have ما داریم، you have شما دارید، they have آنها دارند. جانشین های he, she, it has میگیرند. he has وی دارد، she has او دارد یعنی دختر، it has این دارد اشیا یا اینکه حیوان. بیایید با هم در جمله ها چگونه استفاده بردن این را می‌آموزیم. خب میخونیم جمله ها را. پوزیتیو جمله های خبری. I have two brothers and two sisters. من دو برادر و دو خواهر دارم. I have two brothers and two sisters. من دو برادر و دو خواهر دارم. I have mobile phone. من تلفن دارم. I have marker. من قلم رنگه دارم. I have watch. من ساعت دارم. I have a lot of problems. من معماهای بسیار دارم. I have a lot of friends. من دوستان زیاد دارم. I have beautiful country. من دولت زیبا دارم. I have one son. من یک تا پسر دارم. I have big garden. من باغی کلان دارم. تنها بعد از I have اسم رو علاوه میکنید، همون اشیا رو علاوه میکنید. I have car. من ماشین دارم. brother رو عوض میکنید یا اینکه sister رو عوض میکنید. I have car. brother نیو I have car. You have an interesting book. شما کتابی شوق‌آور دارید. book کتاب. You have an interesting book. شما کتابی شوق‌آور دارید. You have brother. شما برادر دارید. We have a big garden. ما باغی کلان داریم. از بجای garden خانه میمونیم. We have a big house. ما خانه کلان داریم. You have a beautiful house. شما خانه زیبا داریم. house رو میگیریم ماشین میمونیم یعنی car. You have a beautiful car. شما ماشینی زیبا دارید. They have two sons and one daughter. آنها دو پسر و یک تا دختر دارند. خب پسر رو میگیریم از بجای پسر دیگر کلمه میمونیم یعنی که دختر رو میگیریم. مثال They have two dogs and one cat. آنها دو سگ و یک تا گربه دارند. خب اکنون he و she یا اینکه it رو میبینیم. He has a computer. وی کامپیوتر دارد. He has two brothers. وی دو تا برادر دارد. He has a big house. وی خانه کلان دارد. She has two sons. او دو تا پسر دارد. She has two brothers. او دو تا برادر دارد. She has sister. او خواهر دارد. She has a good teacher. او معلمی خوب دارد. It برای اشیا یا اینکه برای حیوان. مثلا میگوییم که It has a camera. این کامرا دارد. تلفن من کامرا دارد. It has a camera. یا اینکه حیوان رو میگیریم. It has a long tail. این دومی دراز دارد. It has black color. این رنگی سیاه دارد. و دیگر خب جمله ها تنها به شما لازم می شود دانید برای 5 جانشین have و برای 3 جانشین has.
I have, you have, we have, you have, they have. He has, she has, it has. I have brother. من برادر دارم. He has brother. وای برادر دارد. You have a beautiful car. شما ماشینی زیبا دارین. He has a big house. وای خانه کلان دارد. We have two brothers. ما دو برادر داریم. She has one brother. وای یک تا برادر دارد. They have three children. آنها سه کودک دارد. It has a big display. این اکرانی کلان دارد. و دیگر جمله ها. تنها به شما لازم می شود بعد از have اسم را موندن. مثلا I have یگان چیز. We have یگان چیز. He has یگان اشیا. خب این بود درس امروزه ما و ما امیدواریم شما از این درس کمی بهره برداشتید. درس های ما رو زینه به زینه پیگیری نمایید. در درس های من بعده ما با شما چگونه من ندارم یا اینکه سوال دادن چگونه تو برادر داری، تو ماشین داری، طرز سوالیش رو می آموزانیم. خب کوشش کنید درس های ما رو زینه به زینه تماشا کنید. در شبکه ما ابونه شدن رو فراموش نکنید. پخش زنگوله رو نیز فراموش نکنید. ما رو حتما پیگیری نمایید. تا درس های دیگر خدا حافظ.